با نام خدا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و در کنار فامیلی و در کنار عائله‌تان باشید. موضوع برنامه امروزه ما دوستان عزیز، سیر و گشت یا شاپینگ در مرکزهای سودا یا گالری های شهری ورشاو می باشد. در شهری ورشاو لهستان فروشگاه های بزرگ خیلی زیاد هستند و ما از چند تا از این دیدن کردیم و به نوار کشیدیم چندین جایهای این فروشگاه های بزرگ را. خدا کند که این نوار پسند شما عزیزان قرار بگیرد. عزیزان، چنانچه میدانید ما چند روزی است که در شهر ورشاو لهستان قرار داریم و چندین نوارها از تمام نقاط‌های مختلف این شهر بهر شما ما برنامه آماده کردیم و پیشکش کردیم و امروز میخوایم درباره یک چند گالری های این شهر با شما معلومات داده باشیم که در این شهر عموما لهستان یا که پولشا یکی از دولت های ارزان ترین اروپا به حساب می رود، چه از نگاهی خوراک، لباس، چه از نگاهی نقلیات، همه چیز در اینجا ارزان است نسبت به دیگر دولت های اروپایی. در ورشاو خیلی مرکزهای سودا یا فروشگاه بزرگ زیاد هستند و ما از چندین از اینها دیدن کردیم و خواستیم برنامه طولانی نشود یک دو دانه از این فروشگاه ها را بهر شما پیشکش میکنیم و خود تماشا کنید و قضاوت کنید تا کجا در اینجا مغازه ها خوب برای آماده شده است. دوستان عزیز، یک چیز دیگه از یادم نرود، دولت لهستان یا شهرداری ورشاو برای مردم خیلی ساختمان های زیبا و فروشگاه های بزرگ برای خرید مزاجان خیلی کوشش کردن و ساختمان های خیلی زیبا و برهوا ساخته و به استفاده دادن که برای یک آدم، برای یک مزاجان برای خرید کردن بدون یگان مشکلات و برایش قلای می رود از این مغازه ها خرید می کند و دولت لهستان خیلی برای مردم خود خدمت کرده است و بریم با هم دوستان عزیز از این جاهای خوب زیبا و فروشگاه های بزرگی شهری ورشاو دیدن کنیم و خود قضاوت کنیم که تا کجا شهردار یا دولت لهستان برای مردم خود خدمت می کند. گالری یا که ترگای سنتری شهری ورشاو. این هم داخلش به طرف میریم بالا، دیم طبقه، سیم طبقه و برو با نوار بگیریم. خیلی ترگای سنتر یا که چی میگن مرکز فروشگاه خیلی زیبا و دیدنی هم است و نگفته نمانه تمامی مغازه ها و برند های جهانی در اینجا مغازه دارن. این ببینید دوستان، یک دفعه شما از داخلی مرکز سودا تمام خیابان ها و ساختمان های شهری ورشاو دیده می شود. ما میریم اینجا طرف بالا، یکم طبقه، دیم، سیم، چهار طبقه داشت از این مایره بینش خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی تازه تمیز. متاسفانه ما مغازه اسپورت کار کردیم، امروز بسته است. اینم دوستان عزیز، ما هنوزم در ترگاه سنتر هستیم. ببینید هم از طرف بالاش و اینجا جای خوردنی با و دیگه طبقه چهارمش هست و اینم اگر ساختمانه که از این طرف معلوم میشه. طرف هم KFC، سابوای، برگر کینگ
دوستان عزیز، یک چیز دیگه جالب اینجا است، مولتی کینو که سینما یا که چی میگیم کینوتئاتر. ببین کینوتئاتر خوب، زیبا و بر هوا. و اینم طرفی دیگه کوچه و خیابان های شهری وارشاوا. خب شما ببینید دوستان، سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه و ما امروز ویژه برنامه داریم و آمدیم به یکی از دولت‌های اروپا. این هم لهستان یا پولشا یا پولند و ما فعلا قرار داریم در مرکز شهر و شما اگه ببینیم ما در کجا قرار دارم. در طرف‌های خیابان‌های مرکزی شهری وارشاوا. دوستان نگفتن امانت به شبکه ما سر بزنید، شبکه ما سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و ما انشاءالله در پی آماده کردن برنامه ها میشیم و شما رو به خدای پاک و منال میسپارم. در وقت شما زیادی را نمیگیرم، انشاءالله منتظر برنامه های جدیدی ما باشید. این هم یکی از مرکز سودای شهری وارشاوای لهستان یا پولشا. شما رو به خود منال میسپارم تا برنامه‌های بعدی. نگهدار. دوستان عزیز، ما از درگاه چندر یا مرکز سودا برآمدیم و میریم در دیگه طرف های کوچه های دیگه. باور کنید دوستان عزیز، شهری وارشاوا خیلی شهری تازه است، تمیز است و اینم یکی از کوچه ها و مرکز های سودای شهری وارشاوا. دوستان عزیز، اینم یکی از کوچه های مرکزی و ساختمان های مرکزی شهری وارشاوا و اینم این طرف هم نگاه کوچهش و این طرف هم ساختمانی از زمان شوروی است، از زمان استالین ساخته شده است و تا حالی نگهداری شده است. دوران استالین می باشد. این هم یکی از چی میگن ایستگاه هایی که در گاگی سنترال یا که چی میگیم وокзال مرکزی شهری وارشاوا می باشد. دوستان و ما میریم نگاه کوچه های شهر. این هم وارشاوا سنترال یا که گاگی مرکزی یا که وокзال راه آهن. دوستان راه آهن هم هست، راه چی اتوبوس های داخل شهر، اتوبوس های بیرون از شهر با در دیگه طرف است. در چی میگیم در ایستگاه زخادی هستم.
ما میریم اتوبوس هایی که به تمام نقاط اروپا میروند از ایستگاه زخات نمیرن. این ایستگاه سنترال فقط پاییز ها میروند. خب دوستان با ما باشید، برنامه های ما ادامه دارند. عزیز ما در گالری مکاتوف قرار داریم و آمدیم که از اینجا شاپینگ کنیم، نگاه کنیم. شما ببینید دوستان عزیز، مرکز فروشگاه های شهری وارشاوا را خیلی زیبا، تازه، خیلی بر هوا. در تمام مغازه امروز تخفیف رفته است. وقتی خوب اومدیم تخت خواب تابستانه و اینا دوستان، تخت خواب، مغازه ساعت، این هم دیگه طرفی گالری مکاتوف. دوستان عزیز خیلی گالری زیبا و مقبول و دیدنی، تمام چیز اینجا یافته می شود و میریم دیگه طرف ها باید دیگه صبح خریم دیگه. شما هم ببینید این گالری مکاتوف خیلی زیباست.
دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در گالری. این طرف هم سینما سیتی، یعنی که جای فیلم تماشا کردن. خیلی کینوتئاتر زیبا و دیدنی هم است و کامفورت هم. این طرف دیگه جاهای خوردنی باب، مکدونالدز و دیگه چیزا. اون طرف KFC، این طرف هم جای خوردنی باب. اصلا این طبقه جای خوردنی باب است. همه رستوران های جهانی، برند جهانی در اینجا نمایندگی دارن. سابوای، سالاد، زیوم، سوشی، ووک و دیگر. خیلی جای خوب زیبا هم است. دوستان و پیانو دیگر چیزهای ژاپنی و چینی، رستوران های ژاپنی و چینی. و این طرف هم چون گفتیم کباب کینگ و KFC و دیگر چیزهایی که مثلا خوردنی باب هستن در همه طبقه جمع آوری شدن. با ما باشید دوستان. هنوز هم چوی ما جریان دارن. مردمای ما از گالری مکاتوف شهری وارشاوای لهستان، در هم خدا کفرشی، به طرف هم اینترسپورت. با ما باشین دوستان عزیز. برنامه‌های ما جریان دارن در گالری مکاتوف شهری وارشاوا. و دوستان نگفتن نماند ما چندین گالری ها و مغازه های کلان شهری وارشاوا رفتیم و انشالله همه اینها رو یک برنامه کرده بهر شما پیشکش میکنیم. چون شما میخوایم شما آگاهی داشته باشین که در کدام مغازه های و گالری ها چیزی درخواست خود یافته میتوانید. این دیگر از شهری وارشاوا. دوستان اینجا رسیدیم به پرجام برنامه. این هم کمی معلومات درباره گالری های شهری وارشاوا. دوستان عزیز نگفتن نماند و شبکه ما سر بزنید، شبکه ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله همیشگی رو برای همیشه فعال بسازید، روشن بسازید که تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی خدا یار مددگار همه ما و شما باشه. بدرود. در راه автоматик خوبی میشم. دوستان عزیز ما در یکی از فروشگاه‌های مرکزی شهری پولند قرار داریم، شهری وارشاوا در پایتخت پولشا و پولند و میریم طرف‌های مغازه‌ها برای شاپینگ خرید کردن و ببینیم چه چیز ارزان دریافت کردن میتونیم. چون در اینجا به نهایت همه چیز ارزان است، از جهت لباسا و دیگه هم برای کودک‌ها هم برای کلانسالان خیلی ارزانی است و ما میریم مقایسه میکنیم لباسا و چرا با فرانسه که در فرانسه ارزانه که در اینجا. با ما باشید دوستان. زود برمیگردیم. ما در یکی از گالری های شهری وارشاوا قرار داریم. فعلا دوستان عزیز خرید و فروش ما یا که شاپینگ ما ادامه داره در گالری شهری وارشاوا. ببینید چقدر گالری زیبا
تمام نمودی مغازه هست اینجا، مثلا اپاراتورا و دیگر چیزا. اون طرف هم لباسا و دیگر چیزای که ما در کاره. انشالله یک سر میریم بنابرد همه ایره میگردیم انشالله. و با ما باشه دوستان عزیز، دیگه تا آخر برنامه رو بیننده باشیم و ما زود برمیگردیم.